سلام، خوش اومدی به ایزی کریپتو 70. تو این ویدیو میخوایم خیلی ساده بفهمیم کیف پول ارز دیجیتال چیه و چرا بهتره تتر را تو کیف پول نگه داریم نه صرافی. کیف پول چیه؟ کیف پول ارز دیجیتال یا کریپتو والت یه برنامه‌ایه که ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین یا تتر را میشه توش نگه داشت. مثل کیف پول واقعی ولی دیجیتال. انواع کیف پول. ما دو نوع کیف پول داریم: نرم افزاری و سخت افزاری. نرم افزاری مثل تراز والت و سیف پال، سخت افزاری مثل لجر که امنیت بالاتری داره. چرا نباید تتر رو تو صرافی نگه داریم؟ چون صرافی همیشه امن نیستند. ممکنه فیلتر بشن یا دارایی را قفل کنن. اما کیف پول فقط دست خودته و کنترل کامل داری. در پایان، اگر این ویدیو برات مفید بود لایک کن و از سابسکرایب یادت نره. توی کامنت ها بگو از چه کیف پولی استفاده میکنی و اگر دوست داشتی آموزش کامل تراز والت را هم براتون بسازم.